عرض می‌کردم ما در یک دسته‌بندی کلی انواع توزیع‌ها رو به دو دسته توزیع‌های گسسته و توزیع‌های پیوسته تقسیم بندی کردیم. در توزیع‌های گسسته با توزیع برنولی کار را آغاز کردیم. توزیع برنولی در واقع همون توزیع احتمال پیروزی یا شکست بود که رابطه‌اش رو معرفی کردیم. همچنین ویژگی‌های هر یکی از این توزیع‌ها رو با هم بررسی کردیم. یکی از اساسی ترین مواردی که نیاز هست در توزیع‌ها بررسی بشه مفهوم میانگین و واریانس هست که برای هر توزیع مختلف با توجه به رابطه‌ای که توزیع داره ما میانگین و واریانس رو محاسبه میکنیم. بعد از اون رفتیم سراغ توزیع دو جمله‌ای. در واقع توزیع دو جمله‌ای تفاوتش با توزیع برنولی این بود که شما همون توزیع پیروزی یا شکست رو داریم، فقط تعداد آزمایشاتون میتونه n مرتبه باشه. تعداد آزمایش ها میتونه مراتب بیشتری باشه. در واقع توزیع برنولی حالت کوچکتر یا حالت ساده تر شده ای از توزیع دو جمله‌ای بود. سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که دیرتر اضافه شدن. بعد از توزیع دو جمله‌ای ما سراغ توزیع پاسون رفتیم. توزیع پاسون در واقع یک مفهوم فیزیکی به نام مفهوم اندازه هم در درونش مطرحه و همانطور که در جلسه پیش خدمتون عرض شد، در واقع در توزیع پاسون شما شکل کاملتری از توزیع دو جمله‌ای و توزیع ارزم به حضور شما برنولی رو دارید. یعنی این توزیع ها قابل تبدیل به هم هستند. ما مفهوم فاصله رو به دو تا فاصله زمانی و مکانی بر اساس مسائلی که با اونها سر و کار داریم و مطرح هست تقسیم بندی کردیم. مثلا مثال زدیم برای فاصله زمانی تعداد رویدادها در یک بازه مشخص رو اندازه گیری می‌کنیم، یا برای فاصله مکانی در یک حجم یا طول یا سطح دنبال تعداد شمارش رویدادها هستیم. یه مثالش هم زدیم، مثلا شهرهای با لرزه‌خیزی شدید در ایران یا با شتاب بیشتر از، اگر علمی تر بخوایم بگیم، شهرهای با شتاب بیشتر از 3 جی. این میشه یک مثالی از فاصله مکانی. مثال آلودگی هوا رو خدمتتون حل کردیم. مثال قابلیت اعتماد پمپ ها رو با هم بررسی کردیم اگر یادتون باشه که اینها توزیعاش از توزیع پواسون پیروی میکنه. بعد از توزیع های گسسته اومدیم سراغ توزیع پیوسته. اولین نوع توزیع پیوسته که خدمتتون گفتیم توزیع یک نواخت بود. معمولا توزیع های یک نواخت برای تولید اعداد تصادفی گاهن استفاده میشه، یا میتونه داده هایی که بتونه هر مقدار دلخواه بین دو مقدار معین اختیار کنه، مثل مقدار مقاومت فشاری بتون، دبی رودخانه. البته اینها بیشتر از توزیع های پیوسته پیشرفته تر پیروی میکنه. دومین توزیع که خدمتتون عرض کردیم در فضای پیوسته توزیع نمایی بود. وقتی از نمایی صحبت میکنیم منظور توزیعی که با ای یا اکسپوننشیال رابطه داره. رابطه توزیع نمایی تابع چگالی و تابع تجمیعش و تابع تجمیع احتمال رو خدمتتون معرفی کردیم. امید ریاضی و واریانس هم برای تابع توزیع نمایی به دست آوردیم. بعد رفتیم سراغ یک مثال
که باز از این توزیع نمایی استفاده میشه. نگاه کنید وقتی داده ها رو در مثال تابع توزیع چگالی که برای ماشین های گذر کرده از یک نقطه معین بررسی کردیم، نگاه میکنید شکل تابع توزیع حالت شکل حالا اکسپوننشیالی داره، شبیه حالت اکسپوننشیالی هست. تا رسیدیم به توزیع نرمال که گفتیم توزیع نرمال یا توزیع گوسی که یکی از معروف ترین توزیع ها و پرکاربردترین توزیع هاست که بسیاری از مسائل فیزیکی ما از این توزیع پیروی میکنه. خب بد نیست باز یک مروری بکنیم توزیع نرمال رو. ما در توزیع نرمال از دو تا شاخصه مهم برای تعریف این توزیع استفاده میکنیم. یک شاخص میانگین هست و یک شاخص واریانس هست. در واقع رابطه توزیع نرمال با میانگین و واریانس یه رابطه ای داره. حالا یک روی انحراف معیار در رادیکال 2p اکسپوننشیال منهای x منهای مو به توان 2 تقسیم بر 2 تا سیگما 2. گفتیم این رابطه توزیع نرمال خیلی از مسائل فیزیکی رو در بر میگیره، چون اگر که شما داده هایی که حالا برید در مسائل فیزیکی مثل مقاومت فشاری بتون یا امثال اون رو برید نگاه بکنید، میبینید رفتارش داره از رابطه توزیع نرمال پیروی میکنه. حالا یا توزیع هایی که شبیه توزیع نرماله مثل توزیع لوگ نرمال که بهش خواهیم پرداخت. ما برای اینکه محاسباتمون ساده تر بشه، یعنی عرضم به حضور شما بتونیم محاسبات توزیع نرمال رو ساده تر انجام بدیم، اومدیم یه پارامتری تعریف کردیم به نام پارامتر Z که گفتیم بعد از این با این پارامتر Z کار میکنیم، از این پارامتر Z استفاده میکنیم و این پارامتر Z تعریف میشه در واقع متغیر تصادفی ما منهای مو تقسیم بر انحراف معیار. چرا از این پارامتر استفاده میکنیم؟ چون اومدن یک جدولایی ترتیب دادن، به دست آوردن که این پارامتر Z رو محاسبه کردن، احتمال پارامتر Z رو محاسبه کردن. ما به راحتی میتونیم با در دست داشتن Z بریم به این جدولا مراجعه کنیم و عرضم به حضور شما بتونیم محاسبات احتمالیمون رو به صورت سریع انجام بدیم. یک نمونه از جدول ها هم الان خدمتتون این جلسه نشون میدم. مثلا یکی از این نمونه های جدول هایی که درش پارامتر Z محاسبه شده برای Z های منفی هم هست، اما ما برای Z های منفی دیگه جدولش رو نیاوردیم. یکی از دوستان میتونه بگه چرا نیاوردیم؟ آیا نیازی هست؟ یا با همین جدول میتونیم اون Z های منفی رو محاسبه کنیم؟ سوال اینه در واقع. خب دوستان میدونن ما در توزیع نرمال یا توزیع گوسی عرض کردیم خدمتتون که باز فرایندها مستقلن. دقیقاً آقای سلیمی درست میفرمایند و شما احتمال رویدادهای x بزرگ کوچکتر از پیش آمده x را اگر داشته باشید یا z بزرگ کوچکتر از z رو اگر داشته باشید، یک منهای اون احتمال در واقع احتمال Z های منفی رو میتونه بده. همچنین از تقارن هم میتونید استفاده بکنید. این نکته هم در نظر بگیرید، چون توزیع نرمال همونطور که در شکل هم شما مشاهده میکنید، نموداری که آوردیم برای توزیع نرمال، میدونید توزیع نرمال دارای شکل متقارن هست. پس این ویژگی هم باز در محاسبات ما
مؤثره، یعنی محاسبات رو ساده میکنه. شما اگر که داده های سمت چپ این نمودار یا سمت راست رو بخواید میتونید از تقارن هم استفاده بکنید. این نکته هم جز نکاتی که در محاسبات توزیع نرمال بد نیست در نظر بگیریم. مثلا برای متغیر z با مو 0 و انحراف معیار 1 شما میتونید توزیع نرمال رو به صورت 1 روی رادیکال 2 پی exp توزیع نرمال به صورت نرمال استاندارد ما اینجا استفاده میکنیم که f z هست 1 روی رادیکال 2 پی exp منهای z2 تقسیم بر 2. حالا برای این مشخصه، یعنی اگر که میانگین رو 0 بذاریم و انحراف معیار 1 بذاریم میتونیم شکلی که حالا روبروتون هست مشاهده بکنید که میبینید این چه کاملا هم تقارن داره. یک مثالی هم خدمتتون زدیم، گفتیم که عرضم به حضور شما مثلا شما بخواید fx رو بر حسب z الان محاسبه کنید و به جدول به دست بیارید. شما اگر x تون کوچکتر مساوی x باشه، در نتیجه شما میتونید از احتمال پی z کوچکتر مساوی با x منهای مو تقسیم بر سیگما استفاده کنید. در واقع z بزرگ منهای z کوچک. این عبارت رو با فی هم نشون دادیم، اگر یادتون باشه در جلسه پیش با فی هم نشون دادیم، گفتیم فی z. حالا فی z شما رابطه این رو دارین 1 روی رادیکال 2 پی اکسپوننشیال منهای z2 روی 2 f z چگالی رو. حالا اگه f بزرگ رو بخوایم به دست بیاریم باید در کل بازه، یعنی رابطه تجمیع رو به دست بیاریم دیگه، از منهای بی نهایت تا z از این رابطه انتگرال بگیرید. فقط دقت بکنید وقتی شما دارین انتگرال میگیرین این z2 شما وقتی کران رو z میذاریم به t تبدیل میشه. دقت کنید این یک نکته ای که تو انتگرال گیری مهمه. حالا اگر فی منهای z رو خواستید، باز بر مبنای اون استقلال رویدادها میتونید از یک منهای فی z استفاده بکنید. از یک منهای فی z استفاده بکنید. خب این هم جدول هست، عرضم به حضور شما که اینجا براتون اومده. حالا چون پاورپوینت هست ممکنه روی مثال افتاده باشه. شما از این جدول در واقع اگر که محور قائم رو نگاه بکنید زد ها رو تا 3 و 4 دهم داریم، محور افقی داره به شما اون صدمش رو میده. مثلا ممکنه یک عدد رو عرض میکنم خدمتتون، مثلا شما 2.46 رو دوستان الان بفرمایند که اگه زد ما 2.46 باشه مقدار استاندارد احتمال استاندارد نرمالش چقدر میشه؟ شکل واضح هست. ببینیم این جدول رو درک کردید دوستان؟ اگه زد شما 2.14 باشه یا 2.6 گفتیم 2.46 باشه، زدتون چقدر میشه؟ بله 0.9931 درست فرمودن های سعادتور. این در واقع 2.14 رو از محور قائم انتخاب میکنیم
600 رو از محور قائم انتخاب میکنیم، 2400 از محور افقی. این دوتا رو اگر به هم وصل بکنیم 246 گفتیم دیگه، دقیقا همون عدد 0.9931 خواهد شد. یه مثال هم در این خصوص حل بکنیم. گفتیم مقاومت فشاری بتون، حالا ما مقاومت فشاری رو بر اساس عرضم به حضور شما مقادیر جداولی که قبلا خدمتتون تو فصل 2 دادیم، میانگین و انحراف معیارش رو حساب کردیم. میانگین و انحراف معیار مقاومت فشاری 40 قالب بتون در یک اختلاط خاص به صورت 60/14 و 50/2 نیوتن بر میلیمتر مربع داده شده. پس میانگین و انحراف معیار رو برای 40 تا قالب بتون در اختیارتون قرار دادم. بر اساس نمودار فراوانی منطقی است که این متغیر تصادفی از توزیع نرمال پیروی کند. حالا نمودار فراوانیش رو رسم کردن، دیدن نمودار فراوانی این داده ها، حالا ما فصل دوم براتون رسم کردیم اینو، شبیه نمودار توزیع نرماله. پس توزیع مناسب این توزیع نرمال میتونه باشه. این برداشت از مطالعات متعدد پیرامون این پدیده فهمیده میشود. حالا یک سوال اینجاست، چه مقدار از مقاومت بتون حتما در 19 آزمایش از 20 آزمایش حاصل خواهد شد؟ چه مقدار مقاومت بتون حتما در 19 آزمایش از 20 آزمایش حاصل خواهد شد؟ خب شما اینجا چون گفته در هر 19 آزمایش از 20 آزمایش، یعنی احتمال شما رو داده 19 بیستم یا 95 صدم. اما دقت کنید که این 95 صدم در واقع پی ایکس بزرگتر از ایکس کوچکه. این نکته رو دقت کنید چون حتما اومده. پس اگر اینو بخواین حساب بکنید در واقع شما باید 1/f بزرگ x یا 1/φ z رو محاسبه بکنید. 1/φ z در واقع شده 95 صدم یا 19 بیستم. در واقع خود فی z میشه 5 صدم. حالا 5 صدم رو ما از این جدول میریم نگاه میکنیم. 5 صدم رو از این جدول میریم نگاه میکنیم. 0.5 صدم. این فی زدش میشه 51.99. 0.5199. پس زد این در واقع چنده؟ زد معادلش برای 500. خب اگر زد معادلش رو حساب کنید شما میتونید این مسئله رو به راحتی حل بکنید. حالا قسمت دوم سوال از ما خواسته با چه احتمالی در یک آزمایش جدید مقاومت فشاری بیشتر از 45 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد؟ حالا این جدول روی این افتاده چون پاورپوینته، من براتون خوندم اینجا. در اینجا چون گفته بیشتر از 45، شما در واقع باید پی ایکس بزرگتر از 45 رو حساب بکنید. پی ایکس بزرگتر از 45 چون ما جدولی که خدمت شما دادیم همواره جدول کوچیک‌ترا رو دادیم، میتونین از جدول بزرگتر هم استفاده بکنید، ولی معمولا توی امتحان یه جدول خدمت شما میدیم. خب برای پی ایکس بزرگتر از 45 شما 1/f بزرگ 45 رو باید حساب بکنید.
در واقع شما یک منهای فی x، یعنی z رو میخواین حساب بکنین دیگه، f z رو حساب بکنین، x منهای مو تقسیم بر سیگما رو حساب بکنید. خب مقادیر مو و سیگما در صورت سوال برای شما داده شده. n 40 - 16 و سیگما 5 - 2. ممکنه اینو ندیم بهتون، شما خودتون میانگین بگیرید و عرضم به حضور شما انحراف معیار رو برای یک سری داده محاسبه کنید. این امر امکان پذیره، یعنی مو و سیگما رو خودتون محاسبه کنید. این n هم نشون دهنده توزیع نرماله، یادتون باشه وقتی n میذاریم یعنی نورمال دیستریبیوتد فانکشن، probability فانکشن. خب در واقع شما یک منهای فی منهای 3.2 رو باید حساب بکنید. یک منهای فی منهای 3.2. خب چون باز تقارن داره میتونیم از جدول استفاده کنیم. فی 3.2 رو اگر بخواید حساب بکنید چقدر میشه؟ فی 3.2 رو دوستان بگن الان از جدول. فی زد 3.2. با این جدول باید بتونید کار بکنید دوستان، اگر نه محاسباتتون سخت میشه. زد رو یادتون هست که ما معادله انتگرالی رو تعریف کردیم برای شما. شما حالا یا از نرمال استاندارد، یعنی بعد یک روی رادیکال 2 پی exp منهای زد دوم برید انتگرال بگیرید از منهای بی نهایت تا زد، درسته؟ یا این انتگرال رو بعد بگیرید، یا از میانگین و انحراف معیار خواستیم برین این از این بعد انتگرال بگیرید. خب انتگرال اینو گرفتن کار پیچیده و سنگینی میشه. بله محاسباتش سنگین میشه. برای همین نیازه که شما از این جدول بتونید استفاده بکنید. خب بقیه دوستانم لطفا جواب بدن. الان دوستان 3.2 رو همه پیدا بکنن در جدول. بقیه دوستان درست آقای روستازاده 3.2، ولی ما فکر کنم چند رو میخواستیم؟ 3.2 رو میخواستیم. 3.2 رو میخواستیم. بقیه دوستان حالا جدول جلوشون بازه دیگه. ایرادی نداره، مهم اینه که دوستان بتونن از جدول مقادیر رو پیدا بکنن. سر امتحان جدول رو دیدن. خب بله نگاه کنید ستون قائم خانم نامدار مقادیر صحیح، حالا تا 1/10 یعنی تا 1/10 خطای زد هست. سطر افقی که بالاش نشون داده این صدماشه، یعنی شما وقتی مثلا 5 صدم رو میخواین زدش 0 به علاوه 5 صدم میشه 0.51 99. همه دوستان لطفاً این جدول رو پاسخ بدن، چون در امتحان شما ممکنه برای همون
تک انتگرالی که بخوایم بگیریم کل وقت آزمونتون سپری بشه اگر نتونین از این جدول استفاده بکنید. خب بقیه دوستان چی؟ اگر واضح هست حداقل عدد 1 رو بفرستن. خب خدا رو شکر. پس به ادامه درس رو بریم. پس برای همه دوستان یافتن Z واضح هست. حالا یه نکته میگیم اگرچه مقدار این احتمال نزدیک به 1 ولی در تصمیم گیری ها برای کارهای مهم ممکنه تفاوت آن قابل توجه باشه. شما مقادیر زدتون ممکنه بگین خب این که دیگه خیلی نزدیک به 1 احتمالش تقریبا میشه گفت 1 ولی نه، این موضوع اهمیت داره دوستان، چون شما دارین از تابع توزیع تجمیعی هم استفاده میکنید. در واقع مقادیر کم این اختلاف هم بسیار تأثیر گذاره. حالا قسمت جیم سوال این رو از شما خواسته، گفته احتمال اینکه مقاومت فشاری بتون در بازه 50/11 تا 70/19 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد چقدر است؟ الان شما دوستان درک دارین که این متغیری که باش سر و کار داریم یه متغیر پیوسته است که بین 50/11 تا 70/19 میتونه باشه. خب برای اینکه ما این رو حساب بکنیم قبلا این حالت رو داشتیم. شما باید فی زد اون 70/19 رو منهای فی زد اون حالت 50/11 بکنید. درسته؟ اگر این محاسبه رو انجام بدین جالب اینجاست که قسمت اول میشه فی 2 و قسمت دوم میشه فی منهای 2. درسته؟ خب فی 2 و فی منهای 2. برای فی منهای 2 هم میتونن دوستان از تقارن استفاده بکنن، هم باز از این موضوع که شما با پیش آمدهای مستقل سر و کار دارید. میتونیم اینو بنویسیم فی 2 منهای 1 منهای فی 2. چرا؟ خود فی منهای 2 رو ما با 1 منهای فی 2 معادل کردیم. پس حاصل میشه 2 تا فی 2 منهای 1. حالا فی 2 رو دوستان دوباره از جدول مقدارش رو بفرمایید. از یکی از دوستان میپرسم که ببینم سر کلاس چقدر حضور ذهن داریم. پس خود فی منهای 2 رو باز میتونیم با 1 منهای فی 2 مدل کنیم. اینو یادتون باشه، جایگذاری کنیم. خب یکی از دوستان حالا جدول رو بیاریم اینجا. ما فی 2 رو میخوایم. درسته؟ بله آقای معلم. میگیم مثلا آقای مهرایی بفرمایند. زد 2 رو آقای مهرایی بفرمایید چند میشه از جدول؟ آقای معلم ما اومدیم برای اینکه از شر x منهای مو تقسیم بر سیگما خلاص بشیم یه پارامتری به نام z تعریف کردیم.
گفتیم حالا برای اینکه حالا شما توزیع نرمال رو به دست بیارین، یه سری جداولی آماده هست که دیگه لازم نیست شما از f کوچک x انتگرال بگیرین. خب همونجا بگین دیگه دوستان، خوبه که الان میگین، بازم جای شکرش باقی است. خب نگاه کنید آقای مهرایی عزیز و دیگر دوستانی که حالا اگر اعلام نکردند، ما این پارامتر z رو تعریف کردیم که در واقع توزیعمون رو بتونیم ساده تر بکنیم و با توزیع نرمال استاندارد توزیع نرمال ما تبدیل شد بر حسب z. f z در واقع، حالا شما وقتی f بزرگ x یا تابع تجمیع رو میخواین، توزیع تجمیع رو میخواین، بعد انتگرال بگیرین از این دیگه، درسته؟ این انتگرال خیلی انتگرال پیچیده ای میشه. شما یه انتگرال از منفی بی نهایت، دقت کنین، از منفی بی نهایت تا z، انتگرال منهای بی نهایت تا z گرفتن میتونیم بگیریم. حالا به عنوان تمرین خودتون برای یک مورد حتما، الان جزء تمرین هم اضافه میکنیم، برای یک مورد حتما دوستان این محاسبه رو انجام بدن. خب پس z در واقع هست x منهای مو تقسیم بر سیگما. ما معمولا مسائلی که میدیم دو تا حالت داره دوستان، باز اینم تو مثال هامون هست. یکی ممکنه ما میانگین، خب میانگین و انحراف معیار رو به شما بدیم. خب یه مدل مسائل هست که z رو به شما میدیم. این مسائل بیشتر مطرح اومدنش. z رو به شما میدیم، شما در واقع باید میانگین و انحراف معیار رو با استفاده از z به دست بیاریم. خب پس این میشه z، درسته؟ حالا تو مسئله که ما الان عرض کردیم، دوباره مثال رو میایم ولی چون اسلاید جلوتره یادتون باشه z ما شد 2. حالا فرض کنید 2 3 صدم شد. خب این برای اینکه صدمش هم یاد بگیرید. شما از محور قائم میاین 2 رو مشاهده میکنید، از محور قائم 2 رو مشاهده میکنید، از محور افقی 3 صدم رو انتخاب میکنید، انگار یه خطی وصل کنید، این دوتا رو به هم هر جا قطع کرد مقدار z میشه 0.97 88. درست شد آقای مهرایی؟ الان متوجه شدید؟ خب خواهش میکنم. از اینکه رویداد احتمالی ما مستقل هم هست اینو در نظر بگیرید. جالبه این شد در واقع زدش 2، این شد منهای 2. باز خود منهای 2 رو ما با یک منهای فی 2 معادل کردیم، دقیقش اونجا آوردیم دیگه، 0.977 25 تقریبا همون میشه. بله باز برگردیم عقب نگاه کنیم. آره خالق زاده دقیقش رو، بله 977 دو رو گرفتیم دیگه. نه 97 88 رو مثال زدیم، اینو مثال زدیم که صدم هم داشته باشه. خب. باز بریم یه مثال دیگه حل کنیم. مثال در مورد مکانیک خاک و نشست پی یک پله. فرض کنید یک پل که در مسیر سیل قرار داره به وسیله دو انتهایش و یک پایه وسطی استقرار پیدا میکنه. یعنی ما 3 تا پایه، 3 تا ستون برای این پل قرار دادیم، یکی ابتدا، یکی انتها و یکی وسط این پل. حالا خاکی که در اون بستر این پل قرار داره خاکیه که مستعد نشسته، یعنی روانگراست، آب داخلشه
مستعد این که این پل فرو بریزه، نشست کنه. اگرچه محاسبات طراحی به نشست جزئی پی اجازه می‌دهد، ولی مهندس کارشناس توصیه کرده که این نشست در محدوده خاصی رخ دهد تا باعث شکست پل نشود. این نشست به علت مجموعی از بارهای مرده و ضربه‌های ناشی از حمل و نقل بوده و اغلب از توزیع نرمال پیروی می‌کند. جالبه، نشست پی پل رفتارش داره از تابع توزیع نرمال پیروی می‌کنه. با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش روی سازه و خاک مشابه، نشست پی به صورت زیر تخمین شده. یه جدولی داریم، نشست پی رو ما تخمین زدیم، خدمتتون دادیم. همچنین فرض می شود که نشست ها به هم وابسته نبوده و مستقل هستند. در واقعیت اینطوری نیست دوستان. وقتی یکی از ستونهای پل‌های ما نشست پیدا میکنه، روی روی ستونهای دیگه‌مون هم تاثیر میذاره. ولی ما برای اینکه بتونیم از توزیع نرمال در واقع استفاده بکنیم، فرض میکنیم که نشست ستونهای پل‌های ما به صورت مستقل از هم به وجود میاد و با هم رابطه ای نداره. حالا تو این جدول همینطور که نگاه میکنین میگه left end، یعنی تکیهگاه سمت چپ، میانگینش در واقع داده 3 و انحراف معیار استانداردش 1. حالا عرضم به حضور شما با توجه به آزمایشی که شده یا مانیتورینگ یا سنسورهایی که اونجا گذاشتن اطلاعات به دست میاد. برای ستون وسطی میانگین 5 و انحراف معیار 1.5 و برای ستون سمت راستی میانگین 3 و انحراف معیار 1 داده شده. اولین موردی که از ما خواسته اینه که احتمال این که حداقل یکی از نشست ها بیش از 7.5 سانتی متر بشود. خب توی داده هایی که ما داریم، نشست هایی که داریم، حالا میانگین 3 5 و عرضم به حضور شما 3 هست و انحراف معیارتون هم که 1 1.5 و 1. وقتی حداقل آورده یعنی x بزرگ بیشتر از 7.5 باشه، درسته؟ خب ما معمولا وقتی میخوایم محاسبه بکنیم، اون چیزی که یاد گرفتیم اینه که برای x های کوچکتر از x ها یا پیش آمد بیایم محاسبهمون رو انجام بدیم و با توجه به مستقل بودن رویدادها شما میتونید بنویسین 1 منهای پی x های کوچکتر از 7.5. حالا چون این مسئله ما از 3 تا پل تشکیل شده، برای که x ما در واقع کمتر از 7.5 باشه، شما هم باید x1 تون کمتر از 7.5 باشه، هم x2 کمتر از 7.5 باشه و هم x3 کمتر از 7.5 باشه. پس از اشتراک استفاده میکنیم، هم x1 هم x2 و x3. خب باز از یه نکته دیگه بیایم که در فصل دوم و همچنین فصل پیش بهش اشاره کردیم استفاده بکنیم. ما احتمال اشتراک رویدادهای مستقل از هممون با ضرب اون احتمالات برابر بود. یادتون هست؟ چون رویدادها مستقله دیگه. پس به جای اینکه حالا از این رابطه اشتراکی استفاده کنیم، میتونیم معادلش بکنیم با ضرب رویدادها، چون رویدادها مستقل از همه. پس 1 منهای ضرب رویدادها رو اینجا می نویسیم. حالا ما باید پارامتر Z رو تشکیل بدیم که بتونیم از جدول پارامتر Z رو بخونیم. برای x1 شما x بزرگ یا متغیر تصادفیتون 7.5 هست، میانگینتون 3 هست، از جدول میریم به دست میاریم میانگین 3 و انحراف معیار 1 سطر اول جدول میشه. برای x2 f زدش یا عرضم بزرگ شما فی زدش، اینجا با فی نشون دادیم، در واقع f بزرگ زد یا فی زد میشه 7.5 منهای 5 تقسیم بر 1.5 سطر دوم انحراف معیارش هست و فی x3 میشه 7.5 منهای 3 تقسیم بر 1. درسته؟ حالا اینجا باید در واقع 1 منهای فی 4.5 1.67 و 4.5 رو به دست بیاریم. حالا جدولی که ما اینجا خدمت شما دادیم تا 3.49 یعنی عرضم به حضور شما
مقدار 4.5 توش وجود نداره. اما از این جدول میتونید شما مقدار، عرضم به حضور شما، 1.67 رو استخراج بکنید. باز برگردیم به جدول. یکی از دیگه از دوستان میپرسم ازش، شما زد 1.67 رو بگین. آقای احمدزاده عزیز. بله جدول رو بیاریم. آقای احمدزاده 85-54 ببین درسته. 1.6 میریم جلو، این سطر میشه درسته، تا به 700 برسیم. نه مقدار درستش اینه دیگه، اگر که چشم من درست ببینه. بله 95-25 درسته. 95-25 درسته. آقای حبیب تبار و آقای خالق زاده درست فرمودن. 95-25. پس شما مقدار 95-25 رو باید بذارید، این اشتباه رو نکنید. بله اینجا عرضم به حضور شما ما ضرب کلی اینا رو حساب کردیم دیگه، جدا جدا حساب نکردیم. جداولی هست که بیشتر از 3.5 رو هم داره. عرضم به حضور شما چون مقادیر خیلی مقادیر کوچیک‌تری میشه، شما اگر که جدول رو باز دوباره یه مروری بکنید، شما الان داخل این جدول بزرگترین عددی که دارین نگاه کنید دوستان، سمت راست پایین 3 تا 9 8 درسته؟ 3 تا 9 8 یعنی برای 3.49 این مقدار شده دیگه. شما برای اعداد ارزم بزرگ شما بیشتر از 3.5 میتونید نزدیک 1 در نظر بگیرید. 1 نیست مثلا 9.999998 یه عدد خیلی کوچیکی میشه. یه دلیلی که این جدول اینو نیورده این هست. خب در واقع چون اینجا مقدارش 4 و خورده‌ای نزدیک به 1 بوده، از همون 1 استفاده کرده. مقدار ارزم به حضور شما 1.67 رو هم که دوستان آقای خالقزاده و آقای حبیب تبار گفتن 0.95-25 در واقع این دوتا 1 شده. اگر تو جدولم نگاه کنید خیلی مقدار کوچکی میشه، خیلی مقدار نزدیک به 1 میشه دیگه. ما ازش اینجا تو محاسباتمون چون آموزشی هست صرف نظر میکنم. کاری که اجرایی باشه بخواین انجام بدیم باید حتما حتی احتمال کمش رو در نظر بگیریم. خب بریم سراغ قسمت بعد مثال. گفته که عرضم به حضور شما ماکسیموم نشست مرکز ستون را برای حالتی که احتمال نشست بیش از 1/10000 باشد محاسبه بکنید. فرض کنید دو پی نزدیک به هم طوری موازنه شدن که نشست آنها قابل چشم پوشی باشد. خب. وقتی میگه احتمال نشست ما بیش از 1/10000 باشه، شما همواره دوستان خاطرشون هست که ما با پارامترهایی که کار میکنیم پارامترهایی هست که در واقع از 1 منهای پی x بزرگتر از x استفاده میکنیم. درسته؟ از 1 منهای پی x بزرگتر از x استفاده میکنیم. خب
اگر از زد یعنی بخوایم استفاده بکنیم، حالا اینجا یکش جا مونده تو محاسباتی که اینجا نوشته، یکش جا مونده، از یک منهای 1/10000 بخوایم استفاده کنیم میشه 999 هزارم زد. در واقع زد برای شما معلومه. این از اون دسته مسائلی که زد رو به شما داده. حالا اینجا باید میزدیم دیگه، یک منهای این x در واقع یک منهای این میشه پی x کوچکتر از x که 999 هزارم هست. خب زد رو به شما داده. حالا گفته نشست نسبی مرکز ستون را برای حالتی که احتمال این بیشتر، فرض کنید دو پی نزدیک به هم به طوری موازی شدن که نشست آنها قابل چشم پوشی باشه. ستون مرکزی رو هم خواسته، یعنی شما باید از مقدار میانگین 5 و انحراف معیار 1.5 استفاده بکنید. این 5، حالا اگه کوچک نمیبینید این هم 1.5. در واقع x رو از اینجا میتونیم به دست بیاریم. z رو هم که خود انگار صورت سوال به ما داده. خب ببخشید x رو از اینجا به دست میاریم، z رو میتونیم محاسبه بکنیم. فی z رو صورت سوال به ما داده بود. اگر گفتم z اشتباه زبانی بود، ببخشید. فی z رو صورت سوال به ما داده. خب اگر تا اینجا سوالی هست، مشکلی هست، بفرمایید. در مورد این مثال اگر مسئله‌ای هست بفرمایید دوستان. خب اگر واضح هست عدد 1 رو بفرمایند، اگر مشکلی هست مطرح کنند تا ادامه کار رو بریم. برای خیلی از دوستان واضحه. باز هم اگر هر کسی از دوستان مشکلی دارن مطرح کنند. پس این جلسه تا الان کار با جدول زد رو یاد گرفتیم. تا به توزیع نرمال رو باش کار کردیم، مثال حل کردیم. نرمال استاندارد رو مثال ازش حل کردیم و کاملا با این نوع توزیع آشنا شدیم. اگر که در این موارد یا از هر جایی در جلسات گذشته سوالی داریم بفرمایید. خب حالا میخوایم بریم سراغ 2 تا از خواصی که برای توزیع نرمال مطرحه. این منظور توزیع نرمال استاندارد یا توزیع نرمال دیگه، همون توزیع گوسیه. یادتون باشه وقتی میگیم توزیع نرمال همون توزیع گوسی. اولین خاصیت این خاصیت خطی بودنشه. میگیم متغیر تصادفی x از جامعه n normal distributed function مو و سیگما 2 را به متغیر تصادفی y از جامعه n آی به علاوه بی مو و بی 2 سیگما 2 تبدیل میکنند. در واقع اگر از این تبدیل خطی استفاده بکنیم، شما به جای n مو و سیگما 2 باید n آی به علاوه بی مو و بی 2 سیگما 2 رو به دست بیارید. حالا به عنوان تمرین لطف کنید، اینجا محاسباتش رو آوردن، میانگین و انحراف معیار رو برای این تبدیل خطی محاسبه بکنید. همین زیرم آوردم. در واقع میانگین y میشه میانگین bx به علاوه a، درسته؟ خب چون میگیم رفتار خطی داره، b میتونه بیاد بیرون از امید و امید یک عدد هم میانگین یک عدد هم خودش هست، a میشه.
و برای واریانسش bx به علاوه a2 در واقع میشه b2 واریانس x. این رو هم با استفاده از تعریف امید و رابطه‌ای که برای واریانس داشتیم لطفاً اثبات بفرمایید. حالا این تبدیل ها کجا استفاده میشه، کاربرد داره؟ فرض کنید دوستان مثلا شما با استفاده از میانگین و انحراف معیارتون تنش یه نقطه ای از سازتون، حالا اونایی که کار ساختمونی میکنن یا با تنش مقاومت آشنا هستن، تنش یه نقطه ای از سازتون رو دارید به شما دادن، بخواین این تنش رو برای نقطه دیگری یا مکان دیگری استفاده بکنید، شما میتونید از تبدیل خطی استفاده بکنید. این ویژگی که توزیع نرمال به شما داره میده دوستان. همه توزیع ها رفتار خطی ندارند، اینو در نظر بگیرید. همه توزیع ها رفتار خطی ندارند. به عنوان تمرین تو قسمت تمرین ها هم در قسمت تمرین ها ما برای شما تمرین آوردیم که لطفاً این رو پیدا بکنید چه نوع توزیع ارزم بزرگ شما تبدیل خطی دارن و براشون امکان پذیره. پس مثلا یادتون باشه اینو که عرض کردم خدمتتون، شما تنش یه نقطه دیگه از سازه رو بخواید حساب بکنید، اگر میانگین و انحراف رو داشته باشید میتونید از تبدیل خطی استفاده بکنید. حالا یه ویژگی دیگه هم الان با هم بررسی بکنیم. خب دوستان فقط حرف نمیزنم که خسته نشدید. اگر خسته شدین یه کتابی معرفی کنیم بعد بریم ادامه درس. نظرتون چیه؟ بذاریم پس کتاب آخر فصل رو الان خدمت شما معرفی کنم. دوستانی که حالا علاقه دارن به سینما، آره یه استراحتی میدیم الان، تایم استراحتی 3-4 دقیقه کتاب معرفی میکنیم و آره شما هم میتونه استراحت بکنید. دوستانی که علاقه دارن به بحث سینما و تئاتر و با ژانرهای حالا فیلم ها آشنایی دارن دوستان، کتابی که الان میخوام خدمت شما معرفی بکنم کتابی هست به نام 36 وضعیت نمایشی، نوشته آقای جورج پولتی که نشر سوره این کتاب رو چاپ کردن. در واقع کتاب 36 وضعیت نمایشی میاد ژانرهای مختلف رو، حالا 36 ژانر یا 36 حالا اگر بخوایم وضعیت بگیم کلمه بهتریه، معرفی میکنه. در مورد پروژه 2 نمره‌ای حالا کتاب رو معرفی بکنیم، چشم. اون پروژه 2 نمره‌ای رو باید درخواست بدین آقای خالقزاده. عرضم به حضور شما که میاد حالتهای مختلف ژانرهای مختلفی که میتونسته پدید بیاد رو دسته‌بندی کرده، اینا رو در 36 دسته گنجونده. مثلا اگر فصول این کتاب رو بخوام ببینیم، مثلا وضعیت اول لابه است، وضعیت دوم رهایی، وضعیت سوم انتقام جنایت، وضعیت چهارم انتقام جویی میان خویشاوندان، تعقیب، بلا، قربانی خشونت، شورش، تحور جسورانه، آدمربایی، معما، عرضم به حضور شما دستیابی، عداوت میان خویشاوندان، جنون، بی احتیاطی شوم. حالا این کتاب در واقع میگه این وضعیت ها در چه فیلم های آمده و چه فیلم هایی رو به این نوع وضعیت ها اختصاص دادن. شاید از حتی هومر یا ارزم به حضورشون بحث خیانت مطرح توش یا داستان های کهن هم اینجا یاد شده که به عنوان نوعی از نمایشنامه اونها هم محسوب میشه. حالا در مورد نویسنده اگر بخوام بخونیم اینه که آقای جورج پولتی نویسنده فرانسوی قرن 19 هم بودن و با مطالعه تعدادی از نمایشنامه ها تلاش کرده وضعیت های نمایشی موجود در آنها را بر اساس یک طبقه بندی از قدسی در 36 وضعیت جای دهد.
پولتی بیان می کند که این ادعای قطعی که فقط 36 وضعیت نمایشی وجود دارد دارای مزیتی منحصر به فرد است و آن اینکه در زندگی نیز فقط 36 وضعیت عاطفی وجود دارد. دیگه این آقای پولسی حالا ادعایی دارن، میگن شما وضعیت عاطفی دیگه جدید نمیتونین تولید بکنین، همش همیناست، یعنی با اینا داره فیلم های مختلف ساخته میشه. شاید حالا دوستانی که اهل هنر هستن به این موضوع واقف باشن. شما یک موضوعی رو، یک فیلمی رو، یه نفر به شما میگه حالا این موضوعش چی بود، فیلمش چی بود، در یک خط یا 2 خط بتونین برای دوستتون تعریف بکنید، درسته؟ ولی اینکه شما اون فیلم رو ببینید و از نمایش لذت ببرید یا از خواندن اون کتاب لذت ببرید، از سطر به سطرش و از تلاشی که اون نویسنده برای نوشتن اون کتاب انجام داده لذت ببرید، این موضوع دیگریه. در حالت کلی آقای پولتی هم این اشاره رو دارن که موضوعات مختصر میشه به همین موضوعاتی که در این کتاب آوردن. حالا باز موضوعات دیگری هست که به این اضافه شده و میشه اضافه کرد. بعد نیست بخش جنون کتاب که وضعیت 16 هم میشه، صفحه 79 رو قسمت‌هایش رو برای شما بخونم تا خستگی شما در بیاد. حالا یه استراحتی هم دارید میکنید. عوامل دیوانه و قربانی. ریشه برخی اعمال انسانی در اسراری هولناک نهفته است. یه دوستی میگفت ما همه یه سادیسم درونی داریم، اسراری که قدما معتقد بودند در آن نیشخند خدایی بیرحم را تشخیص میدهند و دانشمندان ما، همان فیلسوفان چینی، معتقدند که در این اسرار امیال موروثی و تداوم یافته اجداد ما را باز میشناسند. وقتی که عقل سرنوشت محتومش را در میان انبوه پراکنده‌ای از جسدها یا رسوایی‌ها می‌بیند، سرنوشتی که دیگری برای لذت خود رقم زده دچار بیداری تکان دهنده‌ای می‌شود. هم نوعان ما در مواجهه با این مصیبت عظیم تر از مرگ چگونه باید بگریند یا بلرزند و در ذهن آنان چه وحشت و تعلیقی باید ایجاد شود و قربانی ها که فریادهایشان در آسمان های خاموش گم می شود و عزیزان ما که تحت تعقیب خشم نامعقولی هستند که نمی توانند آن را درک کنند چه باید بکنند. در این وضعیت انواع متنوعی از بیخبری وجود دارد: بلاهت، جن‌زدگی، عقب افتادگی، خواب مصنوعی، مستی و فراموشی. حالا یه سری نمایشنامه اینجا معرفی میکنه. قسمت الفش میگه کشتن خویشاوند در حال دیوانگی. اینجا داره رفرنس میده. میتونیم به کتاب آتاماس و تورابافان اثر اشیل مراجعه کنید. یا عاشقی که در حال دیوانگی کشته میشود، اثر کتاب دوشیزه الیزا یا نمایشنامه دوشیزه الیزا، اثر ادموند دو کنکورد. یا وسوسه زیستن یا جانور انسانی، اثر زولا، ابن زولا. کشتن یا زخمی کردن شخصی که مورد نفرت نیست. حالا به هر کدوم از اینا میشه اشاره کرد. یعنی این شخصیت هایی که تو جنون ممکنه پیش بیاد که این میتونه از خشم باشه و حالا از اینکه عقل ما در جاهایی از زندگی ممکنه از کار بیفته به خاطر اون احساسی که به ما دست میده که حالا عقل خاموش میشه. این یکی از حالا ویژگی هایی هست که به عنوان یکی از این وضعیت ها در کتاب آمده. یا قسمت بهش میگه تحقیری که جنون برای فرد به بار می آورد. خب وقتی آدم دچار جنون میشه بالاخره دیگران یه تحقیری نسبت بهش دارن. برای این کتاب عرضم به حضور شما سوفوکل رو اشاره کرده بهش. یا خود فیلم گاو یا نمایشنامه گاو آقای
ساعدی رو اگر که دوستان فیلم رو دیده باشن یا نمایشنامه رو خونده باشن، خب اون وقتی اون حالت جنون بهش دست میده و احساس میکنه اون فرد که گاوه، فیلم تحسین شده ای هم هست، حالا احساس میکنه که گاوه، این اتفاق میفته که دچار یک تحقیری هم براش به وجود میاد، یک تحقیر بودنی براش به وجود میاد، یا از دست دادن عزیزان به سبب دیوانگی. خیلی وقتا هم اینطوری پیش میاد، خدای نکرده، خدا نکنه برای هیچ کسی، خیلی از یه فردی عزیزی رو از دست میده، دوستی رو از دست میده، حالا یا همسری رو از دست میده، این اتفاق ممکنه باعث جنون بشه. یا دیوانگی ناشی از ترس به ارث بردن جنون. خیلی ها وسواس دارن، وسواس ها این که حالا آلزایمر بگیرن یا نقص عقل بگیرن یا دیوانگی در شرایط خاص. این وسواس ها هم خودش دستمایه اثری بوده به نام جنون، مال آقای آندره ساردو. نمونه‌های بیشماری از موضوعهای مطرح شده در این وضعیت صفحات مجلات روانکاوی را پر کرده است. بیماری‌های ذهنی و انواع گوناگون جنون جلوه‌های نمایشی پرقدرتی را عرضه می‌کنند که تاکنون آنچنان که باید و شاید بهره برداری نشده‌اند. بیماری بی تردید تنها نقطه آغاز است برای خلق موقعیتی که نهایت آن و تأیید نهاییش احیای هرچند رنجاور عقل قهرمان است و نمایش در طی این مسیر شکل می‌گیرد. اگر این سه مرحله، یعنی علت شناسی جنون، حمله بیماری و بازگشت به موقعیت عادی با قدرت و استحکام مساوی پرداخت شود، اثری بسیار شایسته حاصل خواهد شد. این بود بخشی از فصل 16 کتاب 36 وضعیت نمایشی که خدمت شما معرفی کردم برای دوستانی که علاقه دارن به بحث هنر، بحث تئاتر و نمایشنامه. بد نیست مطالعه این اثر. خب بد نیست حالا برگردیم به درس. اگه خستگی دوستان تا حدودی رفع شد، زیاده گویی هم کردن، نظری هست دوستان در این خصوص، در خصوص کتاب؟ یا حالا تو این ژانرها دوستان اگر که مثلا جنون دوست دارن میتونن کتابی معرفی کنند، فیلمی معرفی کنند. خب توضیح پیوسته بعدی که میخوام بهش بپردازیم توضیح لوگ نورمال هست. قبلش عرضم به حضور شما یک ویژگی دیگه هم به صورت مختصر خدمتتون بگم، جامون رد نشیم ازش. یه ویژگی دیگه هم که خدمتتون میخوام بگم، حالا خب این رو هم بگیم. فرض کنید x متغیر تصادفی غیر وابسته باشه. منظور از غیر وابسته بودن هم دوستان تو تعریف متغیر تصادفی میدونن و با میانگین مو و انحراف معیار سیگما باشد. بنابراین متغیر تصادفی جدیدی به شکل زیر تعریف میکنیم که میانگین n متغیر تصادفی باشد. این متغیر تصادفی جدید حالا در بعضی از مسائل از این متغیر استفاده میکنیم، دلیل هم داره. با x بار n نشون میدیم که در واقع همون متغیر قبلی رو تقسیم بر n کردیم. حالا اینکه این n چیه؟ میانگین n متغیر تصادفی منتخب میشه. این متغیر جدید دارای توزیع نرمالی به صورت n مو و سیگما 2 انوم هست. دوستان توجه کنید دیگه، اینجا n که نشون میدیم، سیگما 2 انوم یه تقسیم بر n هم نیاز داره که بذاریم، به شرط آنکه حالا این متغیر جدید کی کاربرد داره، اینه که nمون حداقل بزرگتر از 12 باشه.
این نتیجه مهم تئوری حد مرکزی نامیده می شود. حالا در فصل بعدی با این موضوع هم آشنا میشیم. برای اینم یه مثال اینجا آوردیم. فرض کنید وزن کیسه های سیمان تولیدی یک کارخانه دارای توزیع نامشخصی باشه، اما میدانیم که میانگین وزن کل تولیدات 50 و انحراف معیارشون یعنی سیگما 2 کیلوگرمه. اگر یک محموله شامل 36 کیسه سیمان را به صورت تصادفی انتخاب کنید از سیمان‌های اون کارخانه، احتمال اینکه میانگین وزن این 36 کیسه کمتر از 49.5 باشد چقدر است؟ حالا اینجا اول اینکه چون نمونه های ما تعدادش بیشتر از 36 خودش داره اشاره میکنه، یعنی این بیشتر از 12 میتونیم از قضیه حد مرکزی استفاده کنیم. متغیر تصادفی میانگین وزن نمونه ها x بار رو تعریف میکنیم، دارای توزیع تقریبی نرماله با پارامتر میانگین 50 و سیگماش اینجا سیگما 2 رو تقسیم بر n میکنیم، یعنی واریانس رو به دست بیاریم تقسیم بر n میکنیم در واقع سیگما 2 رو که n مون هم 36 هست و سیگما هم 2 کیلوگرم بوده، میشه 2 به توان 2 36 4 36 یا 1 نهم. انحراف معیار میانگین ها اگر انحراف معیار میانگین ها هم بخوایم به دست بیاریم، خب تقسیم بر یه رادیکال میگیریم دیگه از رابطه سیگما. انحراف معیار به دست میاد، واریانس و انحراف معیار برای حالت میانگین ها. بنابراین x بار n 50 و 1 نهم رو اینجا محاسبه میکنیم. برای محاسبه x بار کوچکتر از 49.5 آن را به متغیر نرمال استاندارد یعنی z تبدیل میکنیم. z هم تعریف کردیم x منهای مو x تقسیم بر سیگما. حالا اینجا فقط به جاش x بار میذاریم، درسته؟ به جای x ها x بار میذاریم. خب x بارمون 49.5، مو x مون 50 هست و سیگما x بارمون شد 0.33. دقت کنید که سیگما x بار رو اینجا باید وارد کنید. حالا باز دوباره میریم از جدول برای منهای 1.5 شما میتونید 1 منهای ارزم به حضور شما 1.5 رو محاسبه کنید. زد 1 منهای 1.5 یعنی زد نیم رو اگر محاسبه کنید یا فی منهای فی زد که زد برابر با منهای 1.5 رو از جدول محاسبه کنید، پاسخش میشه 0.6 یا 0.66. با توجه به این که توزیع اولیه وزن کیسه ها را نمیدانستیم، به کمک قضیه حد مرکزی توانستیم محاسبه کنیم که احتمال میانگین نمونه های انتخابی کمتر از 49.5 کیلوگرم 6.68% است. این پس به ما کمک کرد چون ما توزیع اولیه وزن کیسه ها رو نداشتیم. این یه مقدار اولیه‌ای برای ما تولید کرد. خب اگر سوالی نیست بریم سراغ توزیع لوگ نرمال. نه آقای جوانی نخوندم راستش. سوالی نیست. بریم سراغ توزیع لوگ نرمال. یکی دیگه از توزیع‌های حالت پیوسته‌ای که ما قرار مطرح کنیم توزیع لوگ نرماله. باز بعضی از پدیده‌ها هستن که از این رفتار توزیع لوگ نرمال استفاده میکنن. اگر عوامل متعددی ولی مستقل در رخدادها مؤثر باشند، در این صورت به وسیله توزیع لوگ نرمال میتوان آنها را بهتر توصیف کرد. خیلی از پدیده ها حالا باید بریم ببینیم که داده های ما وقتی که شما نمودار فراوانی رو رسم میکنید به چه شکل هست. اما اگر که خاطرتون باشه توزیع نرمال رو نمودارش رو برای شما رسم کردیم و نشون دادیم f کوچک x یک شکل
حالا متقارنی داشت. توزیع لوگ نرمال تفاوتش با توزیع ارزم به حضور شما نرمال اینه که ما یک چولگی داریم به یک سمت. باز این هم تو بسیاری از پدیده های فیزیکی قابل مشاهده هست. خیلی وقتها ما یه چولگی داریم، یعنی در نمودارمون اون حالت تقارن کامل وجود نداره. در چنین مسائلی حالا داده های ما اگر از نوع شبیه داده های لوگ نرمال بود تو از توزیع لوگ نرمال استفاده میکنیم. خب بیایم ببینیم حالا یه سری از کاربردهاش هم اینه. یکی مثلا تو شدت زلزله، تو مقاومت برخی از مواد. یادتون هست گفتیم اگر که شما بخوان توزیع مقاومت بتون رو رسم کنید از یه توزیع نرمال تقریبا پیروی میکنه. اگه همین رو بخوام برای فولاد رسم بکنید، نوع مساله فولادی از یه توزیع ارزم به حضور شما لوگ نرمال پیروی میکنه. پراکندگی ذرات ریز در فرایند رسوب گذاری، حالا این خیلی عمرانی نیست، ولی خیلی از پدیده های زلزله یا شدت زلزله پدیده هایی که هستن که از رابطه لوگ نرمال پیروی میکنن یا توزیع احتمالاتی لوگ نرمال استفاده میکنن. برای این منظور بیایم احتمال جدیدی رو به شکل y برابر با ln x که x متغیر احتمالی اولیه است تعریف کنیم. اگر متغیر y، حالا دوستان باز داریم یه نوع تبدیل استفاده میکنیم یا نگاشت استفاده میکنیم. شما اون تبدیل خطی رو یادتون هست. در واقع اینجا هم داریم از یه تبدیل یه نگاشت استفاده میکنیم. متغیر اولیه ما باشه y دارای توزیع نرماله با میانگین مو و واریانس سیگما 2 باشه. در صورتی که پارامترها مربوط به ln x باشند، در این صورت میتوان گفت x دارای توزیع لوگ نرمال است. به عبارت دیگر حالا دیگه با n نشون نمیدیم، با این دلتای یونانی نشون میدیم. x متناسب با میانگین ln x و واریانس ln x. بنابراین برای تابع توزیع احتمال لوگ نرمال داریم تابع توزیع چگالی احتمال لوگ نرمال. عرضم به حضور شما رابطش رو اینجا براتون آوردیم. فقط برای اینکه حالا به خاطر بسپارین، شما همون با توزیع نرمال اگر مقایسه کنید، به جای اونجایی که x دارین شما ln x گذاشتیم. دقت کنید به جایی که x دارین ln x گذاشتیم و به جای مو ln x گذاشتیم، به جای سیگما ln x گذاشتیم. یک دوم هم تو رابطه داریم. فکر می‌کنم داشتیم این رابطه یک دوم هم توی رابطه ارزم به حضور شما توزیع نرمال داشتیم. بازم بد نیست نگاه بکنیم. توزیع نرمال بله یک دوم رو داشتیم. بله دقیقا همونه. فقط عرضم به حضور شما از مقادیر ln x و مو x و عرضم به حضور شما سیگما x در این توزیع دارین استفاده میکنیم. حالا کاربردش رو بهش میپردازیم. در شکل پایین سمت چپ هم همینطور که دارین مشاهده میکنین دو نمونه از توزیع های لوگ نرمال با میانگین و سیگما مختلف نشون داده شده. اگر باز دقت کنین در شکل میبینید در این توزیع های لوگ نرمال شما نمودارتون داره چولگی هست، به یک سمت کشیده شده که این خیلی از داده ها یا رفتارهای فیزیکی باز مدل هاش این شکلیه، یعنی دارای چولگی هست. شما وقتی نمودار فراوانی نسبی رو رسم میکنید به این شکل ها برمیخورید. همچنین اگر که میانگین و واریانس تابع لوگ نرمال رو بر اساس میانگین و واریانس تابع ابتدایی یا تابع اولیتون بخواین به دست بیارین که با توزیع نرمال همراه بود، چون معمولا
داده هایی که در اختیار ما میذارن و پارامترهایی که در اختیار ما میذارن و همچنین متغیرها بر اساس توزیع نرماله. یعنی اینا رو بر اساس توزیع نرمال کارخونه‌ای هست یا عرضم به حضور شما مرجعی هست، سایتی هست که میرین اطلاعات میگیرید، چون قابل تبدیل به ارزم هم معمولا از سیگما و مو n استفاده میکنن. حالا ما این رو بخوایم تبدیل کنیم، در واقع مو ln میگیریم از مو x تقسیم بر vx و به علاوه 1 که اینجا vx هم هست انحراف معیار تقسیم بر میانگین سیگما x تقسیم بر مو x و سیگما ln در واقع هست رادیکال ln vx به توان 2 به علاوه 1. این رابطه مشخصه دیگه، v در این رابطه جایگذاری میکنیم، مو و سیگما ln هم اینجا محاسبه میشه. خب یک مثال هم از توزیع لوگ نرمال با هم حل بکنیم و به امید خدا درس رو ادامه بدیم دیگه. حرفی نمیزنن دوستان. خب خانم واحدی همراه ما هستن. سوالی هم هر جا هست دوستان بپرسن، در رابطه با درس البته دیگه، هر جا هر خطی صفحه‌ای. خب فرض کنید در طراحی یک ساختمان از یک تیراهن فولادی استفاده کردید. بر اساس کاتالوگ کارخونه، معمولا حالا شما تیراهن که خریداری بکنید یک با سیم یک حالا برگه به این وصله، به اینا یه نشانی داره نشون میده عرضم به حضور شما مشخصات اون تیراهن رو، یا یه مشخصی داره که کارخونهش مشخص میشه. تقلبی هم زیاده. مقاومت تسلیم اسمی یا حداقل مقاومت مورد نیاز در طراحی برابر با 300 مگاپاسکال است. اما در واقعیت به دلیل خطاهای تولید مقاومت تسلیم فولاد یک متغیر تصادفی x با توزیع لگاریتم نرمال همراه است، همون چیزی که عرض کردیم. بر اساس آزمایش‌های کارگاهی می‌دانیم میانگین واقعی مقاومت تیرها موش 350 مگاپاسکاله. بر اساس اون کارخونه حالا تیرهای مختلفش رو رفته بررسی کرده و این اعداد رو در اختیار شما قرار داده و ضریب تغییرات یا COVش رو هم دلتا یادتون هست دیگه، ضریب تغییرات رو هست 800. حالا یک مهندس میخواد بدونه چقدر احتمال داره تیری که تصادفی از کارخانه به کارگاه آورده شده مقاومت کمتر از مقدار طراحی داره. دوستان معمولا اینطور هست، یعنی شما مقاومت خیلی وقتا ممکنه بیشتر باشه، یعنی تیری که میارین از یک کارخونه میارین زده مثلا مقاومت اسمیش عرضم به حضور شما 300 مگاپاسکال. خب بالاخره توی اون تیراژی که داره در این تیرهایی که تولید میکنه خیلی وقتا در حتی سرد شدن یک نورد میخواد انجام بشه، فولاد سرد بشه، زود سرد بشه، دیر سرد بشه، اینا تاثیر میذاره در مقاومت فولاد اون کارخونه، در مقاومت تیرهای اون کارخونه. عرضم بزرگ آسیب دیده باشه تو مسیر، جایی مونده باشه، مثلا کارخونه شاید با مقاومت خوبی تولید کرده باشه، این تیراهن مثلا 3 سال 4 سال فروخته نشده باشه، در انباری مونده باشه، زنگ زده باشه، مقاومتش بالاخره کاهش پیدا میکنه. پس این عرضم به حضور شما احتمالات وجود داره. حالا میگیم چون مقاومت تسلیم فولاد در واقع دارای توزیع لوگ نرماله، باید پارامترهای این توزیع رو یعنی انحراف معیار لگاریتمی اینجا با کسی نشون دادیم و میانگین لگاریتمی با لاندا نشون بدیم. در واقع همون داریم مو ln و سیگما
ln رو حساب میکنیم که یکیش هست رادیکال ln 1 به علاوه دلتا 2 از ضریب تغییرات استفاده کنید و یکی هم عرضم به حضور شما لاندا هست ln مو منهای 500 کسی 2. این پارامترها رو حساب میکنید. دوستان COV یا ضریب تغییرات دوستان یادشون هست چی بود؟ یه نفر بگه. ضریب تغییرات یادتون هست؟ بله، انحراف معیار تقسیم بر میانگین. در واقع این وی هم که ما اینجا تعریف کردیم با وی نشون دادیم. حالا تو این مثالی که اینجا حل شده با دلتا داره نشون میده. اشتباه نکن. همین تعریف انحراف معیار تقسیم بر میانگین همین تعریفی که ما سر کلاس گفتیم دیگه. بله، میزان پراکندگی هم درست میگن آقای شیخ یوسفی. میزان پراکندگی هم با همین معیار نشون میدن. پس اینجا ما با دلتا داریم نشون میدیم. در واقع وی رو، پارامتر وی رو به ما داده این سوال. خب حالا با در دست داشتن پارامتر وی در واقع مو رو هم به شما داده. باید برین زد رو به دست بیاریم. زد رو که به دست بیارید در واقع زد میشه مقدارش منهای 1/89. دیگه با در دست داشتن زد شما پی ایکس کوچکتر از 300 رو بخواین انگار فی منهای 1/89 رو دارین حساب میکنین. باز این رو اگر بخواین از جدول حساب بکنین میشه 1 منهای فی 1/89 چون جدول مثبت ها رو معمولا داریم. جدول لوگ نرمال هم هست اما این تبدیل شد دیگه. شما دوباره میگین تو جدول توزیع نرمال استاندارد نگاه کنید. میگم جدول لوگ نرمال هم هست اما ما با همون تک جدول کارمون رو همه مسائلمون رو حل میکنیم. 1 منهای فی 1/89. حالا نتیجه ایم که از این حل این مثال گرفته جالبه. میگه عدد به دست آمده یعنی حدود 2.9% احتمال دارد که تیر فولادی آورده شده به کارگاه مقاومتی کمتر از 300 مگاپاسکال داشته باشد. حالا این رو باید کسی که طراحی میکنه توی یا محاسبه میکنه در نظر بگیره. وقتی که ضریب اطمینان رو در نظر میگیره برای سازه‌ای که داره طراحی میکنه، نباید شما حالا به عنوان یک مهندس دیگه برین مویرگی یه سازه‌ای رو طراحی بکنید. خیلی وقتا خیلی چیزها هست که ما نمیبینیم یا الان باب شده خیلی از افراد میگن ما سبک سازی میکنیم یا مقدار پولی میگیرن سازه شما رو سبکتر میکنن. خیلی وقتا اینا افرادی که هستن شاید حالا با عرضم به حضور شما زد و بندهایی که دارن با نظام مهندسی ارتباط هایی که دارن و همچنین از نظر تئوری بتونن پاسخ عرضم به حضور شما لب مرزی بگیرن. خب اما این که ما بخوایم همواره مثلا این احتمالاتی رو که در کار ما خطا ایجاد میکنه در نظر نگیریم، این خودش مسئله مهمیه. به عنوان مهندس باید این نکات اخلاقی هم در نظر بگیریم. خب آخرین موضوعی که در این فصل خدمتتون میخوایم اشاره کنیم موضوع معرفی توزیع احتمال معکوسه.
شما همونطور که توضیح های حالا گسسته و پیوسته رو داشتیم، معرفی کردیم خدمتتون، ما به عکس هم میتونیم از توزیع معکوس یا توزیع احتمال معکوس هم استفاده بکنیم. توزیع معکوس که حالا معمولا وقتی نمیگن، اسمی نمیبرن، منظور همون توزیع گوسی معکوسه. حالا اگر که توزیع دیگری مد نظر باشه اشاره میشه، یا اگر توزیع نرمال یا استاندارد چین، منظور هم توزیع گوسی هست. یا توزیع نرمال معکوس، این توزیع برخلاف توزیع نرمال که مقدار یک متغیر را در زمان مشخص نشان میدهد، زمان رسیدن به یک حد خرابی مشخص را مدل میکند. حالا این برای فهم این موضوع توزیع معکوس هست. بیشترین کاربرد آن هم در مهندسی عمران به مدل سازی فرسایش، خوردگی یا خرابی یا خستگی تیر و ارزم به حضور شما اینها اختصاص داره. حالا از نظر ریاضی هم مفهوم رو بخوایم با هم یه مروری بکنیم، اینکه چطوری به یک توزیع معکوس برسیم. اینکه شما حالا x به عنوان متغیر تصادفی پیوسته با یه توزیع با تابع توزیع چگالی یا PDF f کوچیک مشخصی رو در دسترس داریم. متغیر تصادفی جدیدتون y، باز دوباره با یه تبدیل داریم سر و کار داریم. حالا این تبدیل داره توزیع احتمال معکوس رو به دست میاره. تبدیل استفاده بکنیم y رو برابر با 1 x بگیریم، جایگذاری میکنیم، مرحله به مرحله جایگذاری میکنیم تا بتونیم توزیع معکوس رو به دست بیاریم. رابطه معکوس هست 1 x برابر با y. حالا اگر که از این مشتق بگیریم dx به dy میشه 1 روی y2. بعد از فرمول انتقال احتمال استفاده میکنیم، f y برابر با dy به dx f x از طرف مشتق گرفتیم و نتیجه نهایی این توزیع f y ما در واقع میشه 1 روی y2 f کوچک x 1 y. واضحه براتون؟ شما توزیع f کوچک x رو دارید، در واقع از این تعریف 4 تعریف نهایی میتونید به f y که توزیع معکوس نامیدین برسید. در واقع 1 روی y2، باز y همون متغیر تصادفیتون هست، متغیر تصادفی جدید. f 1 y رو باید محاسبه بکنید. خب بریم سراغ مثال. آره، در مثال بهتر با این موضوع آشنا میشیم و متوجه میشیم. فرض کنید یک ترک ریز در عرشه یک پل فولادی وجود دارد که بر اثر عبور وسایل نقلیه به تدریج رشد میکنه. ترک داره بزرگ و بزرگتر میشه. زمان یا تعداد سالهایی که طول میکشد تا این ترک به اندازه بحرانی و خطرناک برسد، متغیر تی بزرگ از توزیع گوسی معکوس پیروی میکند. بر اساس داده های پایش سلامت پل یا SHM، مهندسان پارامترهای زیر را برای این ترک برآورد کردند. دوستان معمولا ما حالا در شاخه ارشد خیلی از کشورها هم در همین لیسانس که شما الان مهندسی عمران میخونید، شاخه‌ای داریم به نام مانیتورینگ انجینیرینگ، خب، یا اینفراستراکچر، مهندسی زیرساخت یا مانیتورینگ. حالا در ایران شاید خیلی ما کمتر بهش پرداختیم یا کمتر به دلیل کمبود تکنولوژی هم هست، یا همین کار رو مهندسای عمران میکنن، به صورت تخصصی پرداخته نشده. خیلی از مهندسا کارشون اینه که برند در محلها یا پلها یا ارزم به حضور شما سازه های مهم و با اهمیت داده ها رو برای ما جمع کنن.
این داده هایی که جمع میکنن یا مانیتور میکنن باعث میشه با تحلیل این داده ها بتونیم هم این تحلیل کمک میکنه که بعداً که میخوایم طراحی بکنیم سازه دیگری رو اطلاعات گذشته رو داشته باشه. هم مهمترین نکتهش هم اینه که شما پایش ایمنی دارید برای اون سازه، یعنی در هر لحظه دارید پایش میکنید که سازه شما سلامتش حفظ بشه و دچار خرابی نشه. این موضوعیه که حالا خیلی از دوستان هم میتونن برن تو این هیته اگر علاقه داشته باشن کار بکنن و الان رشته جدیدی هست، یعنی اگر تخصصی در این هیته دوستان به دست بیارن میتونن کارهای خوبی پیدا بکنن، چون معمولا سازه هایی که اهمیت بالایی دارن مهندس مانیتورینگ میخواد، مهندسی که بتونه از داده ها استفاده بکنه، تحلیل های آماری رو داده ها انجام بده و یه گزارش تهیه بکنه. این کار مهندسی که مانیتورینگ انجام میده. مثلا سازه ها میتونه سازه های سد باشه، سد ها معمولا یا پل های پر اهمیت، پل هایی که رفت آمد زیادی دارن، یا تأسیسات پر اهمیت. اینا همه نیاز به مانیتورینگ داده دارن، پایش دارن و اگر دوستان بخوان در این مدخل ورود بکنن فرصت های خوبی هم برایشون وجود داره. خب میانگین زمان تا خرابی رو دادیم 50 سال برآورد شده. پارامتر شکل یا لاندا که همون نشان دهنده پراکندگی سرعت رشد ترکه 200 تخمین زده شده. حالا سوال اینه عمر طراحی این پل 30 سال در نظر گرفته شده. مهندس طراحی که می‌خواسته طراحی کنه مثلا 30 سال در نظر گرفته. معمولا تو ایران که عمر نداره دیگه، شما اگر که برای 30 سال یا 50 سال هم طراحی میکنید تا زمانی که خراب نشده ازش استفاده میکنید. چه احتمالی وجود دارد که این ترک قبل از پایان عمر طراحی، یعنی کمتر از 30 سال، به حد بحرانی برسد و باعث خرابی شود؟ یعنی پی تی کمتر از 30 رو میخوایم به دست بیاریم. حالا اگر از اون روند اثباتی که خدمتون گفتیم در اسلاید گذشته استفاده بکنید به تابع توزیع گوسی معکوس میرسید. در واقع اینجا ما رابطه یا فرمولیشن تابع توزیع گوسی معکوس رو خدمتون ارائه دادیم. این از همون روند تک تک پیش بریم 4 مرحله‌ای که در اسلاید گذشته داشتیم به تابع توزیع گوسی معکوس میرسیم. نگران نباشید، این رابطهش رو بهتون میدیم اگر سوال بدیم، رابطهش رو بهتون میدیم، اثباتش نیاز نیست. که در آن فقط بدونید که در چه مسائلی داره به کار میره. مثلا مسائل خرابی اگر دیدید به چشمتون خورد بدونید که با همچه مسائلی سر کار دارید. خب عمر طراحی این پل 30 سال در نظر گرفته شده. حالا توزیع گوسی معکوسش هم خدمتتون دادیم. فی تابع توزیع نرمال استاندارده، در واقع ما فی زد رو حساب میکردیم دیگه. مقادیر رو جایگذاری میکنیم تی برابر با سی. خب اولین لاندا رو داریم، تی رو داریم، عرضم به حضور شما مو رو داریم 50 جایگذاری میکنیم. در واقع فی در میاد منهای 1 ممیز 0.33. بخش بعدی رو هم محاسبه بکنیم. بخش اول فی منفی 1 ممیز 0.33. باز میریم تو جدول نرمال استاندارد مقدارش رو میخونیم میشه 1500. قسمت دوم مثلا جایگذاری، باز لاندا جایگذاری، مو فقط عدد گذاری دارین میکنین اینجا. قسمت دومم محاسبه بکنید میرسید به مقدار عرضم به حضور شما 0.2044. این دوتا رو با هم جمع بکنید دو قسمت رو 20.44. حالا چه نتیجه‌ای می‌خواستیم از این بگیریم؟ این که حالا یه عدد گذاری کردیم تو تابع توزیع گوسی، میخواد بگه که حدود 20.4% احتمال دارد
که ترک موجود در پایه پل قبل از 30 سال به حد بحرانی برسد. دوستان خیلی وضعیت مهمیه ها و خطرناک. شما اینکه احتمال داشته باشه 20% ترک شما قبل از عمر مفید سازتون دچار افزایش بشه و به خرابی ساز منجر بشه. از آنجایی که این احتمال ریسک 20% خرابی برای یک سازه مهم مانند پل بسیار بالاست، مهندس تعمیر و نگهداری دستور می‌دهد که در بازه‌های زمانی کوتاه، مثلا هر 5 سال، پل بازسازی و تمرین بشه و تعمیر بشه. خب این مختصری بود که ما در مورد توضیح‌های احتمالاتی خدمت شما اشاره کردیم. بحث توضیحات احتمالاتی بحث گسترده‌ای هست، بسیار پر اهمیت هست و شاخه‌های مختلفی رو در بر میگیره. یه سری تمرین هم خدمتتون گذاشتیم خود آزمایی که بتونید بیشتر با این مفاهیم آشنا بشید. لطف کنید اینها رو هم انجام بدید. اگر صلاح میدونن دوستان در جلسه آینده یک کویز از فصل 6 و 5 داشته باشیم. آزمونی که نداریم. کویزی میگیریم که دوستان مطالعه بکنن، درس بخونن و نمرش هم قطعا تاثیرگذار هست، اما به نفع شماست، یعنی تاثیر مثبت. تا 2 هفته دیگه وقت دادیم خانم ابراهیم نژاد، اشکالی نداره. تا 10 روزم، تا 16-17 روز، این تا آخر هفته هم اگر نیاز داشتین مشکلی نداره. مثلا 2 هفتهتون اگر 3-4-5 روز بیشتر شد اشکالی نداره. پس جلسه آینده دوستان یک کویز از فصل 6 و فصل 5. خب ما میخوایم شما درس بخونید، واقعیتش اینه. یعنی باز فصل بعد که میخوایم بریم، این که شما پیش زمینه‌ای نداشته باشید دوستان. چه آزمونی دارین خانم زمانی؟ کویزه برای اینکه درس بخونید دوستان. میخوایم درس جدید رو بدیم و نیاز داره که شما پیش زمینه داشته باشین، هم استاتیک هم ریاضی 2 با هم. آقای یوسفزاده سه‌شنبه. باشه برای هفته آینده. باشه برای هفته آینده. پس هفته آینده دوستان یک میان ترم کوچکی میگیریم دیگه. حالا که آزمونم ندارین، هفته آینده یک میان ترم 6 فصل رو بخونید، مسلط باشید. خواهش میکنم. حضور غیاب هم میکنیم. حضور غیاب هم اسامیتون اینجا ثبته و یادداشت میکنه. ممنون که حضور داشتید. اسامی همه رو ثبت میکنم. خب اگر که سوالی نیست، امری نیست، خسته نباشید دوست.